سلام خدمت دوستان، درمانپزشکان، درمانسازان، لابراتواران و زرگران و کلی افرادی که با این هندپیس ها سر و کار دارن. معمولا انگشترسازان، مهرسازان بعد روی شیشه کار میکنن، با اینا کارهای خیلی زیادی انجام میدن. حالا ما تعمیر این دستگاه رو انجام میدیم که آموزش رایگان هستش. این هندپیس تشکیل شده از موتور، این قسمت موتوره، این قسمت هندپیسه و این وسط کلید دستگاه که اینو با چرخوندن این سه نظام باز میشه که پرز رو در میارن یا میزنن سر جاش. در این نوع اهرمش به این صورته که اینو میچرخونن باز میشه و اینو در میارن، دوباره اینو میچرخونن و این یکی هم به همین صورت، این میچرخه در میاد، دوباره میزنن سر جاش، قفل میشه، در نمیاد. وقتی این دستگاه اولین ایرادی که پیدا میکنه معمولا از زغالهاشه. زغالهای دستگاه ساییده میشه. وقتی زغالهاش کوتاه میشه دستگاه شروع میکنه به ریپ زدن، قشنگ کار نمیکنه، روون کار نمیکنه و از این قسمت جرقه میزنه. شما سریع باید دستگاه رو خاموش کنید و با باز کردن این پیچ ها زغال ها رو در بیارید و کنترل کنید، ببینید ایراد از کجا هستش. حالا من این زغال ها رو در میارم با باز کردن این پیچ. این یه زغاله، مثلا این زغالش در حد 9 هستش، اندازه زغال همینه. زغال 9 تقریبا این اندازه است. برمیگردونم دو تا زغال میخوره، این یکی زغالش هم باز میکنم، اینم این زغالش، اینم سالمه در حد 9. این قسمت زغال هاشه. بعد دو تا بولبرینگ میخوره، این بر این دو سر آرمیچر که این آرمیچر دستگاه هستش، یک بولبرینگ این بر میخوره، یک بولبرینگ این سر آرمیچر که آرمیچر روی بولبرینگ ها حرکت میکنه. تا اینجا داشته باشید تا برنامه بعدی من توضیح بدم خدمتتون.